برای عکس چنل خیلی خوش اومدیم به ویدیو. امروز اومدم که آموزش 0 تا 100 هایلایت زدن داخل برنامه EBS رو بهتون آموزش بدم و تمام براش‌ها و تمام کارهایی که من استفاده میکنم همش رو داخل چنل تلگرام قرار میدم. بریم اونجا ببینید و از اونجا استفاده کنیم و اگه ویدیوهای قبلی ندیدید حتما برید ببینید و ساب و کامنت و لایک یادتون نره که کلی بهم انرژی میده و بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. خب برعکس میرین داخل برنامه EBS و از بخش علاوه این قاب رو انتخاب میکنیم. بعد میزنیم تو بخش لایه ها و از بخش دوربین وقت پس زمینه رو انتخاب میکنیم، بزرگش میکنیم و در جایی که میخوایم که نور از اونجا بزنه رو قرار میدیم. یعنی ما میخوایم الان تلویزیونی که اینجا رنگ سبز رو میخوایم حاله نوری باشه، گزینه تایید میزنیم، کنسل رو میزنیم و لایه پایینی رو حذف و از بالا یه لایه دیگه اضافه میکنیم و حالا این بک‌گراند دیگر رو اضافه میکنیم. همین هم روی همین قرار میدیم. حالا میخوایم این کامپیوترها منبع نور ما باشن، میزنین کنسل رو میزنین و از این لایه رو حذف میکنین و بخش پاک کن این وسط رو پاک میکنین که بذار دقیق هم نشده اشکالی نداره چون بلور میزنیم پاک میشه. بعد از همین یه دونه کپی میگیریم، میریم لایه پایینی که کپی گرفتیم و میایم تو بخش افکت و تو بخش بلور این بلور موون بلور رو بهش میدیم، همه رو تا ته میذاریم و 3 بار باید این بلور رو بهش بدیم، یک و اینم سومی. ببینید حالا اینجا خط هنوز هستش، این رو با این ادغام میکنیم، اینم با این ادغام میکنیم. حالا دوباره میریم تو بخش افکت و از بخش بلور همون دومیه گیت بلور رو انتخاب میکنیم و این روی 30 قرار بدیم، یعنی تار میکنه بیشتر کادر. بعد که قرار دادیم گزینه تایید رو میزنیم. حالا میریم تو بخش براش ها یه لایه اضافه میکنیم، لایه اد قرار میدیم و میریم تو بخش براش و براشی که خود EBS داره، همین براشی، همین اینی که EBS داره اگه بتونید همین دوتا یکی انتخاب میکنیم، همین انتخاب میکنیم و حالا بزرگش میکنیم، رنگش رو به یه رنگ آبی تغییر میدیم، آبی روشن. بعد که رنگ رو تغییر دادیم حالا با بزرگش میکنیم، بعد کوتاه نزن بزرگ کنیم و حالا روی 30 قرار بدیم و جوری روی اون کامپیوتر یا اون منبع نورمون چند بار بزنیم. حالا رنگ رو به زرد تغییر میدیم، این دور نور میزنیم و حالا رنگ رو به این کامپیوتر. حالا میریم چیکار میکنیم؟ ادغام میکنیم باهاش و میریم دوباره داخل بخش افکت و تو این بخش الکترونیکی میایم و از بخش بلوک یکم نور رو زیاد میکنه که یکم طبیعی تر شه. حالا روی این رو 80 قرار میدیم، این رو روی 60 و اینم روی 30 یا 20 خوبه، بالا روی 15 میذاریم. گزینه تایید رو میزنیم و میبینیم یه حاله نوریه، نورمون هم بیشتر شد، یعنی تار و نوری شد. حالا که این کارو کردیم میریم چیکار میکنیم؟ دو بخش لایه ها میریم، یه لایه دیگه اضافه میکنیم، سوژه‌مون اضافه میکنیم داخلش. سوژه رو که قشنگ اضافه کردیم گزینه تایید رو میزنیم و لایه پایینیش رو به سمیش پاک و حالا از بخش بالا یه لایه دیگه اضافه میکنیم رو حالت اد و حالا رو اد که قرار دادیم این رو میزنیم که بیاد روی همین سوژه‌مون و از بخش قلمو یا براش، این براشی که نوشته براش روسی رو میزنیم. بعد این رو این قلم میتونید بزرگ کنین و اون رو رنگش رو به 15 برسونیم و حالا باید اونجایی که اینجا فکر میکنین نور بهش خورده رو باید اینجا کم رنگ با همین براشه آروم بزنیم که انگار یه نوری به باستاب شد روی لباس سوژه‌مون. حالا که زده همین کارا رو روی اون تصویر بودم انجام میدیم.
بچه که تکمیل شد میریم چیکار میکنیم؟ میریم تو بخش لایه ها. این لایه رو به این فکر بخش یه براش نازک، یه براش خیلی نازکه بعد قرار دادم رو میزنید به پیکمی و یا براش میزنید. حالا همین برای با رنگ دیگر رو باید همین ور انجام. خب وقتی کار انجام دادیم میایم تو بخش براش، در بخش این دکمه رو میزنیم و این رو روشن میکنیم. میایم تو بخش انگشت، این انگشت رو میگیرید. حالا همون جهتی که براش ها رو خطش زدید همین رو این شکلی میزنید که نرم شه. حالا وقتی که نرم کردیم ما اینجا یکم مونده. خب اینجا که زدیم حالا یکم بزرگتر میکنیم. حالا این رو به طرف پایین میکشیم که نور بخوره به لباس، یعنی طبیعی تر شه کارمون و همین رو انجام میدیم برای هر دو طرف. خب وقتی که انجام دادید کار اصلیمون ظاهرا تموم شده و میتونید این رو ذخیره کنید و ازش استفاده کنید. و تنها کاری که مونده میریم تو بخش براش ها، یه رنگ سفید برمیداریم، یه رنگ همون قلم، حالا رنگش رو سفید میکنیم، یعنی همون رنگ به رنگ سفید یکم روشن‌تر. حالا اونجایی که فکر میکنید نور بیشتر بهش خورده رو با این براش سفید میکنید که نورش قشنگ‌تر شه. خب وقتی که زدین میتونید از این هایلایت دادنتون استفاده کنید و این رو ذخیره کنید داخل گالریتون. و مرسی که ویدیو دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیو بعدی گود بای.